سلام دوستان، امروز با شما فرمولای شاتیسلی یا اینکه با زبان انگلیسی count if را میفهمونم. این برای حساب شرط گذاشته حساب کردن است. در اینجا نام ها نوشته شدند و در اینجا بهای طلبه ها. چند بار نام منصور نوشته شده است. این را ما حساب میکنیم با واسطه فرمول. بنویسیم شاتیسلی تب رو زیر میکنیم، نام ها رو انتخاب میکنیم، نقطه ویرگول میگذاریم، بعد در ناخنک می نویسیم منصور، ناخنک رو میپوشیم و تکمچه تب رو زیر میکنیم یک بار دیگر. در اینجا 3 بار نام منصور نوشته شده است. 1 2 3 حساب کرده با ما داد. مثال 2 بهای چند نفر از 50 خورد است. اینجا می نویسیم شاتیسلی تب، از قسم بها همش رو انتخاب میکنیم، نقطه ویرگول میگذاریم، در ناخنک می نویسیم خورد 50، نقطه ویرگول، ناخنک رو میپوشیم و تب رو زیر میکنیم. 4 نفر 1 2 3 4 بهای 4 نفر از 50 خورد است. در اینجا برای شما طرز نوشته فرمولا رو هم آوردم. اگر درس به شما پسند آمده باشد تکمچه لایک رو زیر کنید و ابونه شدن رو فراموش نکنید. باقی در امان خدا.